داستان چهارشنبه سوری از این قراره که منفورترین شخصیت در شاهنامه عاشق مظلومترین شخصیت در شاهنامه میشه و چهارشنبه سوری رو رقم میزنه. کیکاووسشاه پادشاه ایران همسری داشت به نام سودابه، همون زلیخای توبه نکرده، و پسری داشت به نام سیاوش. سیاوش که از بچگی توسط رستم بزرگ شده بود و آموزش دیده بود، بسیار خردمند، جنگجو و زیبا بود. سودابه یک دل نه صد دل عاشق سیاوش شد. زمانی که سیاوش دست رد به پیشنهاد بیشرمانه سودابه زد، سودابه حیله‌گری‌های خود را آغاز کرد و به کیکاووسشاه گفت پسر قصد دست درازی به من را داشته. کیکاووسشاه هم برعکس تمام رفتارهای نابخردانش این بار صبر کرد و تحقیقات خود را شروع کرد، اما شوربختانه به هیچ نتیجه مثبتی نرسید، چون سودابه همه سرنخ‌ها را از بین برده بود. موبدان و بزرگان رو فرا خوند و گفت چاره چیست؟ یکی از اون بزرگان گفت چاره آتش است. آتش همیشه حقایق رو برای ما